از اداره سرشماری اومدن هر سالمندی گوشی دستش باشه گوشی ها رو از دستش میگیرن، حقوقش هم کم میکنن به خاطر اینکه زندگیشون رو وقف گوشی کردن. بچه و شوهر نمیدونن یعنی چی. از کجا اومدن؟ اداره سرشماری. اداره سرشماری به گوشی من چه ربطی داره؟ پکیج سالمندان دستشونه. بگو اینقدر دلتون برای سالمندان نسوزه، خوشت میاد. پس چکار کنی؟ پول بدیم بریم بگردیم. والا به خدا هم بلدیم هواپیما سوار بشیم، هم بلدیم شهرهای خارج رو بریم بگردیم، هم خوشگل خرج کنیم، همه جوره بلدیم. برای خودشون کردن. خوشت میاد ولشون کن. زنگ زدم پاشو برو در واکن اومدن. گوشی خود تحویل بده وگرنه میان بازور ازت میگیرن. نمیبینم کسی گوشی رو از من بگیره. حقوقتو که قطع کردن رو میبینی. بابا خدا قطع نکنه، بنده خدا کیه؟ خوشت میاد.